در ادامه کمک‌های کمیته مبارزه با حوادث طبیعی و نهادهای کمک رسانی بین المللی برای آسیب دیدگان ولایات جوزجان، فاریاب، سمنگان و بدخشان، این بار شهروندان کابل نیز در یک حرکت خودجوش برای آسیب دیدگان این ولایات کمک کرده اند. مسئولان یک نهاد رضاکار به نام افغان به افغان که این کمک ها را جمع آوری کرده است میگویند کمک هایی که برای باشندگان ولایات آسیب دیده از سوی مردم به صورت خودجوش صورت گرفته است شامل پول نقد، مواد خوراکه، البسه و ظروف منازل است. افغانای ما که آسیب دیدن به اثر سیلاب ها و حادثه ناگوار بدخشان و ما افتخار از این دارم که امروز شکر شاهد یک حالت هستم که افغانای ما احساساتشان به سطحی رسیده که خود شریک غم دیگه افغانا میبینن و هیچ جامعه نمیتونه که رشد سالم داشته باشه تا که غمش و خوشیش مشترک نباشه و این جای راستی قابل افتخار است که افغانای ما زیر نام افغان اینا دست به کار شدن، چیزی که در توانشان بود امروز همکاری و دستیاری کردن به دیگر افغانای خود. مسئولان این نهاد رضاکار همچنان میگویند که با در نظر داشت بزرگی دامنه حوادث طبیعی این کمک ها برای آسیب دیدگان به هیچ وجه کافی نیست و باشندگان سایر ولایات نیز باید مانند شهروندان کابل به باشندگان ولایات آسیب دیده کمک کنند. روزای مایی است که هر فرد افغان در هر نقطه‌ای که است باید از همه احساسات خود توسط هر نوع کمکی که از توانمندیش است نشان بده و ارسال بکنه به هر نقطه افغانستان. به طور مثال حادثه در بدخشان و سمنگان است، اگر کمک ها از قندار بیاید این زیادتر همین احساسات وطن دوستی و بشر دوستی را زیادتر نشان میده. ما امیدوار هستیم که کمک های دیگه از سایر ولایات مثل ننگرهار و قندار و فرا و هلمند اینام به می آسیب دیدگان برسند. این کمک ها بسیار موثر است به حدود از اشخاصی که آسیب دیدن. دیگه ما تقاضا داریم از دوستای خود، از کسایی که در این عرصه بیشتر کمک میکنن. یک روز پس از رانش زمین در ولایت بدخشان، کمک‌های نهادهای داخلی، خارجی، تاجران و شهروندان کشور به صورت سیلاسا وارد این ولایت شده. حالا انتظار می رود که آسیب دیدگان واقعی حادثه به درستی شناسایی شده و از این کمک‌ها مستفید شوند.